خودم گفتم اینم عرق ریختن من به چه دردی می‌خوره؟ من که لقمه دوم به دهنم نرسیده سرم میرسه به میز واسه چی باید اینم چون بکن؟ یکی از شما باز باش میرفت بیرون. شما برای همین اینجا. زندگی من بیرون از اینجاست، آبرو شرفم توی خونه است. آبروی من آبروی شما هم هست. کجا بودی؟ رفته بودم برای شام. گفتم دیشب نیومدی. من کسی باید سر شکار خودش باشه. وقتی فکر آدم ناراحت هم میشم توی کار هست. فکرت ناراحت؟ اگه تو نمیدونی من چجوری هم تو خیلی از خود بگیر من که یه خود بگیر سنبر تو خونه ببینم ولی خونه که این قبل نباشه. خونه که توش زندگی باشه نمیدونم. هر شب که میخوام بخوابم میبینم ملافای رخت خوابم نوتر و تمیزتر و تمیشه است. خودت خوب میدونی چرا میگم نباید بگیر. من هر دارم ازت شاکی من که خلق میگه کاری نمیکنم. من که این قانون این قبرستون زندگی میکنم و فرد قصدم با کسی حرفی نمیزنم. یه دیگه در مورد شرطی نزدی. من به اندازه کارت خودم تحمل میکنم. کاش یه دفعه یه پیرزنی میشدم با صورت ترسیده. اون وقت میتونستم تا آخر عمر سر کنم ولی حالا بذار با تنبیه خودم من چه کم کسی برات گذاشتم هنوز مثل یه از صبح تا شب دارم جون میگیرم دیگه من چیکار کنم؟ من دوست دارم تو آرامش زندگی کنم. دوست دارم وقتی خونه نیستم با خیال راحت بخوابم بدونم تو هم موقع هم کار بکنم. من خوابم نمیبرم. نمیتونم که بخوابم. من وقتی خوابم میبرم که چی میخوای؟ من برای چی میخوام خواب؟ حرفای همیشگی همون حرفای همیشگی همون 5 سال که بگذاره من دیگر تو بهش فکر ولی من فکر میکنم همیشه من با تو فرق دارم. زندگی من با تو فرق داره. شما برای حرفای خودتون رو داری گپ و گفتای خودتون رو داری کار خودتون رو داری. آخه من جز بچه که نیست چی دارم؟ شکل از بچه برادر تو من نمیده بزرگ کن. از نظر من که اشکال نداره. من خوشم نمیاد بچه غریبا نهار کنه. وقتی بهشون دست میزنم دستم رخ میکنه. با این فکر خیلی آخرش دیگه نمیشی. چقدر یه چیزی پیدا کن. تو هیچ وقت اون چیزی که باید فکر کنیم فکر نمی‌کنی. من نمی‌دونم چه اصلاحی داره سر تو دیوار سنگین بکنی. چی باید سنگین باشه؟ اصلش اینه که زندگی با تو آرامش از من میگیره. عذاب من وقتی کاری از دست برمیاد باید تصمیم باشی. من وقتی تصمیم میشم دست و بدنم اصلا گذاشتنم تو تابوتون وقتی که تصمیم میشم. اصلش اینه که یه زن درست حسابی نیست. با این فکر خیالا میخوای منو این خودت دیوونه کنی. دوست ندارم مردم به انگشت شد. الان همین میگم تو خونه کسی هم تو خونه راه نده. هر کسی باید تو خونه خودش باشه. حرف زدن با مردم که گناه هست. ممکنه باشه. تو یه زن شوهرمند نکنی ندارم. منظور نداشت. هرچند اینجوری که نگاه میکنی نباید باید مجبور کنم هر کاری بگم بکن. باید تو خونه زندگی کنم. فکر کنم وظیفه شوهر اینه نه؟ بلند شو بزن شو.
میبینم که تا سینه توی بشکی پر از شن خیسم. دستام خمرده شده و پاهام به زمین نمیرسه و بیزونم بین دوره های شد. حتی انگشتم رو نمیتونم به هم بچسبونم. سرمو میگیرم بالا. بارون سنگای سرخی که میخوره تو صورتم. دستاشو رو میبینم که تو نور میان و میرن. میخوام خودم رو بکنم، میخوام برم. بارون سنگای سرخی که میریزه رو صورت و سینه. تمام میشه. صدای شکستن استخون تو گوشام میپیچه. اشکام قرمزن آروم آروم میام پایین. صورتم از خون سرخ شده. یه شکاف بزرگ پیشونی رو به لب پایینم چسبونده. درد دارم. داد نمیزنم. صدامو میخورم. همه صدامو که مزه آهم میده میخورم. آخه خوب نیست. خوب نیست صدای یه زنی بلند باشه اونم میاد دستایی که نمیدونه کیه. فقط میبینه تو تاریک روشن خوابش سنگای سرخ و پرت میکنن طرفش. چشام میسوزه. دیگه جایی رو نمیبینم. وقتی زنهای دیگر میبینم که بار دارن که یک ثمری دارن بعد خودم میبینم میونه این همه زیبایی یک ثمر. من از زنهای بی‌خاصیتیم که خدا فراموششون کرده. من مریضم. نه چرا؟ برای همین یک دوتا دست دارم ولی نمیتونم به کارشون بگیرم. حس میکنم همه میخوام باربریشون رو به بخم میکشم. اون وقت من به جای اینکه لبای گرم پسرم رو نوازش کنم یه وزنه آهنگی هر شب تحمل میکنم. هر چه اشتیاقم بیشتر میشه بیشتر هستم. با این خشک مقدسه چیکار میکنی؟ می‌کنی؟ از کلشون پریده خیال میکنن عاشق یه مرد دیگه ایم. نمیدونم اگه اینجوری هم باشه آبادو برای من از هر چیزی مهم‌تره. نمیدونم من اگه بخوام میتونم هر مردی رو جا بگیرم. پس چرا نمیخوای؟ آها خیلی اومد. شوهرت دوست داره. شوهرت دوست داره. شوهر کسی فقط خرجه. پس چرا باش ادامه میدی؟ این زندگی توه، یک بار دیگه هم تکرار نمیشه. پس نذار ازت بگیرتش. نذار ازت بگیرتش. من برای خودت میگم، نمیدونم. فکر می‌کنم از هر کسی دیگه بهت نزدیک‌ترم. خودت خوب می‌دونی. آبرو برای من از هر چیزی مهم‌تره. چیزی که برام میده همین شرافت. این کلمات فقط دست تو رو از روزهای سفیدی که میتونی داشته باشه کوتاه میکنه. مثلا نمیفهممشون. پای چی واسطی؟ وقتی زمان همینطوری بگذره آخون اصلا برای کلمات ارزش قائل نیست. وقتی زمان همینطوری بگذره میبینه که این گل پژمردی دیگه چیزی نداری. این مزرعه خشک و بی‌آبلف که شعله‌های خورشید اونو تا عمق خاکش سوزونده. وقتی همین کلماتی که خودت پشتشون قایم کردی دیگه به سراغت نمیان، دیگه به کمکت نمیان. تازه میدونی تختر چیه؟ این که اگه بخوای پاتمشون بذاری دیگه خیلی دیره. خیلی نمیخوام بشم. میدونی که منو نمیتونی نشنوی. من از خودم خیلی چیزا میخوام. یکیش اینه که وقتی میبینم زمان داره میگذره داریم از دست میدیم، همه چیز داره از ما دور میشه، انقدر دور که دیگه نمیتونیم به چنگشون بگیریم برشون گردونیم. چی؟ من زندگیمو دوست دارم. شستن ملافه ها رو یا تو کشیدن پرده ها رو.
پف شوهرتو چطور؟ گفتن این حرفم این حرفای دیگه خیلی دیره، خیلی دیر. تو ضعیف شدی، داری تسلیم میشی. این دستم داره آروم آروم میره بالا. میگم آروم آروم چون محروم‌تر از اونی هستی که بخوای باورشون کنی. این دستایی که زمان دوستشون داشتی، اما حالا دیگه نمیتونی به کارشون بگیری. غیر از اینکه دستت رو اون دستگیره در لعنتی بچرخونی برای همیشه از این جهنم دره‌ای که اسمشو گذاشتی زندگی، بری بیرون. نمی‌تونی. تمام اون چیزایی که دست پاتو بسته می‌کنی. اگه همینطوری ادامه بدی حتی دیگه پسری نیست که بخواد به رویات واقعیت بده. باید امیدوار، باید خواست. کی بود که موقع رقص کمرتو گرفت و تو هم دست و پات لرزید؟ اینجاست. کی حرف میزنی؟ کی اینجاست؟ کسی اینجا نیست. از این دیوونه بازیات خسته شدم. وقتشه که منم به حرف بیام. میخواد داد بزنم اونقدر بلند که تمام تن تو بلرزه، که شاید از این خوابی که خودتو توش خواهیم کردی بیدار شی، ولی نمیشه. یه دردیه که تو گلوم نگهش میدارم. منم. تا چی؟ منم یه دردی با همه که تو نمیفهمیش. انگار یه نفر از تو استخونامو تراش میده، به ناله های منم کاری نداره. یه روز واسه همیشه باید تمام این وسطای مزخرف رو فراموش کرد. چیزایی که نه تو میتونی کارش بکنی نه من. میفهمی؟ اون چیزی که تو بهش میگردی برای من هیچ اهمیتی نداره، هیچ اهمیتی. پس چه حرف میزنی؟ یه روز بعد اینو بهت میگفتم. برای من اون چیز مهمه که جلوی چشمم، که توی دستمه، نه اون چیزی که تو مخ تو میگذره و هیچ وقتم اتفاق نمیفته. من ازش حالم به هم میخوره. تو داری؟ من بچه حالم به هم میخوره. از اینکه اینقدر کوچیکه، از اینکه یکی مثل من دوباره تکرار شه، از تمام طول بچگی به پدرم نگفتم من اینکه از وقتی که فهمیدم دوستش دارم ترسیدم نکنه یه وقت نباشه. به خودم گفتم حواستو جمع کن، حواستو جمع کن. تو داری بهش خیلی علاقه من میشی، تو نباید اینقدر دوستش داشته باشی. اینکه هیچ وقت نتونستم با نبودنش کنار. هیچ وقت. وقتی مرد از تو خوش درست مثل یه تنومند یه درخت و یه حفره بزرگ. آدم حقیقت وقتی تای وجودش رو من حس می‌کنه، ولی وقتی که داشتم چه وحشت من روی سر زدم. من مردم، هر زنی مرده تا وقتی که موجود کوچولویی رو به دنیا بیاره. اون وقتی که باور میکنی زنده ای، که همه درد و سرکوبا برات شیرین میشه. آخه دیگه تو نیستی. حالا همه شونه میتونی از همه ضربه ها و زخما مخفیش کنی. حالا از کسی بهش نرسی.
اصلا منو نشت. خیلی از زمان آرزوی زندگی تو رو دارم. زندگی بدون بچه خیلی هم شیرینه. من اصلا از اینکه بچه نداریم خیلی هم خوشحالم. تازه اینکه گناه تو نیست. چرا اومدی سراغ خودتون می‌خواستم. تو یه خونه میخواستی و یه زن دیگه هیچی. هیچی درست مثل همه من. پس پسرش باید داد بزنم تا تو مخت فرو بره. من فقط میخوام با تو آرامش زندگی کنم. همین. تو وقتی دیدی من اینقدر آرزوشو دارم هیچ وقت بهش فکرم نکردی. هیچ پس دیگه هیچ امیدی نیست. برای بچه خوان اونجاست. میشه صداش کنی؟ بگی بشی. صدا راحت تره. چرا؟ یه عادتی که از بچگی رو مونده. وقتی وای میسم پام دیگه نمیلرزه. داری میری؟ چیزی شده؟ اینطوری بهتر. برای تو؟ برای همه.